اومدیم این اکانت رو که سرور سنگاپور هست قرعه کشی کنیم. اکانت خیلی چیزش با سرور خودمون فرق داره، خیلی. بعد سرور سنگاپور هم هست دیگه. سنگاپور، خود سنگاپور فری فایر رو ساخته، پس باید خیلی چیزای خوبی توش باشه. حالا بریم چیزایی که اکانت داره رو ببینیم. اکانت ازش هیچی سکنت نگرفتم، اصلا نباشم. ولی این کیفه رو ازش گرفتم. نگاه، این کیفه هنوز تو سرور خودمون نیومده. ببین سرور سنگاپور یه من خرجش نکنی باز اکانتت خوبه. یا مثلا این قابلیت پروفایلش رو نگاه، یه عکس لوگوی گوگلی هم کشیده. اون روش عکس نگاه کنید. اون یعنی این که مثلا روی جیمیلتون هر عکسی بذارید، عکس خودتون رو بذارید، عکس کبرا بذارید، هر چی بذارید، اینجا میتونید بذارید پروفایل اکانت فری فایرتون. خیلی قابلیت خوبیه، خودم خیلی باحال حال کردم. اینجا واسش یه دونه بنر گرفتم، ماشین هیچی نگرفتم هنوز. اینم میتونید تارگت بگید. به این بخش اینجاش زیاد با مال خودمون فرقی نداره. اینجاش تا اینجا یکیه. اینجا یه دونه چت رو اضافه داره، چت رو قشنگی هم هست، مال بویاهه. این قابلمه هم اینجا اضافه داره، قابلمه خوشگلی مال رمپیج 2021 اگه اشتباه نکنم. این پترم میده با اسکینش قشنگتر از مال خودمونه. حیف دخترونه. این بمب اینجا یه فرقی که داره، هم این بمب رو میده، این ستم مربوطه به مال خودمون میده، هم کارت تغییر اسم میده. اینجاش هم یکیه با مال خودم. خب تا اینجا شالا دیدیم. یا پسان که یکیه، همین سرور را میریم لاک رویا. اینجاش نگاه، اگه قصد جیم زدن داشته باشید، نگاه 2 اسکین داره. حالا من اینا رو انتخاب نمیکنم، میذارم خود چیز انتخاب کنم، برنده. 2 اسکین داره، یکی این اسکین یخیه، یکی این اسکین رد و برقیه. یخی به نظرم قشنگ تره. این دیوار یخش نمیارزه. این حالا خوب بد نیست، قشنگ نیست. به نظر من این بهتر. اینجام که اینا رو داره که کیفه با اینجا مثلاش بهتر. اینم گردونه که واسه خودمون اومده تو اینجا هستم. نگاه چقدر فرق داره. این ماشینه هست، جفت صدا هستن. بعد احتمال گرفتنش خیلی زیادتر. اینم گردونه بتل پسشه که نگاه اصلا خیلی فرق داره با مال خودم. این تا اینجا باید جم میدادی، این 3 تا جم میداد. حالا رایوانو نگاه، این 10,000 تا سکه میدی. این مینی یوزی رو نگاه، هنوز واسه خودمون نیومده. اینم نیومده. G38 بود. بعد این دیوار یخی هست، با سکه میشه اینا رو گرفت. اینا مسخره. این قابلمه اینجام هست، این هست، این ساتوره هست، اینم نارنجک. این نگاه یعنی بزنید این هم احتمال داره چیز نیز بگیرد. اینجا ما یه اسپین بزنیم. چیز خاصی نگاه، اینجا اسکین ماشین داره، 2 تا دنس داره، یعنی علاوه بر ست این 2 تا دنس هم داره. کیف داره، این کیفش خیلی خوشم میاد. بعد اینم هست، اسکیتیه. اینم هست، اینم قشنگ. این قشنگه. اینم پروفایلاشه. این هم این بنرشه، خودم گرفتم. اینم که این رو پروفایلشه. اینم هم اینجاش دیگه ساعتیه. خیلی فرق داره با مال خودمون. بریم استور. حالا قدیم میرفتی VPN روشن میکردی، میرفتی اکانتو میساختی، هر سروری میخواستی میشد.
این بار فکر کردم اونجوریه، رفتم اول بزنم دیدم نشد. بعد یه طرفندی که از قبل بلد بودم استفاده کردم شد. اگر میخوای یادش بدم فالوورام سابسکرایب کردن تو یوتیوب بشه 100 تا میذارم آموزشش. خب اگه قصد جیم خرج کردن داشته باشی خیلی خوبه. خب جا گفت جیم خرج نکنید، دیدید دیگه چقدر چیز نیست میتونید بگیرید. این ستاشه اونه که رو دانلود دارم و میذارم. بعد این ستا هم از اینا رو حیف دانلود ندارم، میشه دانلود کرد. نه دادم تا میشه این هم نشون بدم. اینم هست. این اینو دانلود شد. نگاه خیلی قشنگ. این هست. این دانلود ندارم. بعد این سته واسه مردونم حالا میشه. مردونش اینه. خیلی سته قدیمی و قشنگه. بعد اینم هست. اینم قدیمیه. این مال موکو بود. چالش موکو اومده بود قدیم. مردونش زمانش هم بود. این ست لگویه خیلیه. تموم بیشون تموم شد. این کت شلوارم هست. اینا رو حالا دیگه دنس هم خیلی دنساش مثلا این هست تو شاپ واسه ما نیست. یه بار بیشتر نیومد. این هم هست. این هست خیلی خوش بود. این کتاب رمپیج هم تو سرور سنگاپور هست. اینو من دارم. بعد این دوتا اون هست. کیفاش بذار فکرم کیفاش با مال ما یکی باشه. یکی نه، مال خودم بهتره کیفا. اسکیت هم زیاد چیز خاصی نداره. کبراش یکم قشنگه. این معرفه کبرا قشنگ. چتر چه دوتا کبراست. چه جالب. اینم که میگیره این موتورم اینجا هست. البته واسه خودم موتور بندیت هم هست. موتور کبرا و ماشین کبرا هم هست اینجا. اینم پروفایل خود کبرا قشنگه. پروفایلایی پروف طلا. اینم مال کبراست. خب اینا سخت علکی وقتمون نمیگیره. بریم چیزای باحالی هست خلاصه. بعد همین دیگه مجید کیوبش هم نشون بدیم و بریم. بعد اینم هست. اینم خیلی چیز باحالی هست. این واسه ما یه بار اومد توی تاپ آب. نه این تو چی بود اومد یادم نیست الان. ماشین هست توی مجید کیوب. ماشین هست. ماشین قشنگ هست. ستا رو نگاه فقط ستا خیلی خوب. بعد تازه به آیدی و اینا کس تو مثلا سرور ایران هم درخواست بدی میشه باشون بازی کنی. این خیلی قابلیت خوبه. مثلا نگاه من به میلاد اینستیم درخواست که نمیدم میرم بخوام اکانتش بدم.
ایناش میبینید قشنگ میاره، بهش درخواست میدید، میتونید برید باش بازی بکنید و این خیلی قابلیت خوبی، میتونید قشنگ به رفیقاتون بهت پوز بدید. میبینید ایناش خود اکانت میلاد وینستونه، این ستر چند روز پیش گرفت با اون کلاشه. میبینید دیگه، نگاه خود میلاد اکانتش ایناش وینستون با اسکار سری رتبه دار شد. خب حالا شرایط این اکانت اینه که اول از همه 3 تا کنی. اول از همه ویدیو رو لایک کنی، بعد علاوه یه چنل رو سابسکرایب کنی و همین. به 10 نفرم لینک ویدیو رو بدی. لینک ویدیو همین زیر الان میزنم زیر همین. مرسی تا اینجا ویدیو همراهمون بودی. خدا